بخشایی هر دو عالم، قاضی روزی جزا آن خداونده کی از حکمی قضا و قدرتش آفریده گهور از نور پاکی مصطفی. جمله موجودات از نوری محمد آفرید، خود بکرد او را قبول آن بهترینی انبیا. چون که میدانیست بنیاد ندارد این جهان، دل نبسته آن در این دنیای دونی بی بقا. بی بقا است این جهان با مصطفی و اهل بیت، پس نخواهد بی وفایی اندر آن دارالبقا. این شنودستم که سید کرزی این عالم گذر، ناگهان در واقع دید شب خیر النساء. گو با من آن پدر ای نور چشم و جان من، وقتی آن آمد که آی شاد خورم سوی ما. چون شنید او این سخن زیان سیدی بالا گذر، دل در این دنیای دونی جان خود کردی رها. چون که فارغ شد دلش با یاد حق مشغول بود، بهر فرزندان خود سه کار کرد او ابتدا. نان پخت و جامه شست از بهر فرزندان خود، گس و آشان شانه کرد از در آمد مرتضا. چون علیش گفت ای فاطمه گو احوال چیست، زان که اندر بر فکرت طاق شد طاقت مرا. زان که در دنیا نکردی میل در کاری جهان، این زمان از کاری دنیا میکنی این کارها. گو خاتونی قیامت یا علی پدرود باش، زان که من دیدم به خوابی شب جمالی مصطفی. گو با من آن پدر ای نوری چشم و جانی من، وقتی آن آمد که آی شاد خورم سوی ما. جامه می شویم کنون از بر فرزندان خود، تا که شاید در جهان رختی ایالانی مرا. گس و آشان شانه کردم بار دیگر یا علی، ناشان پختم که فردا باشدشان را غذا. زار و گریان شد علی گفت تا دریغا فاطمه، این چی داغه بود که تو بر من نهادی از قضا. فاطمه گفت تو که آن حکم خدا را چاره نیست، با تو دارم سه حاجت، حاجتی من کن روا. حاجتی اول که چون من از جهان بیرون روم، خود به دستی خود بکن هنگام شب دفنی مرا. زان که در دنیا کسی این قد بالا هم ندید، در مماتم گر ببیند آن که جا باشد روا. حاجتی دویم
و فرزندان من خشنود باش، زان که عشق را نباشد طاقت و جبر و جفا. حاجتی سیم مرا در خواب بسپار خود بد است، بر زیارت گاه گاه بر سری قبرم بیا. پس علیش گفت من هم با تو دارم حاجته، از سری لطف و کرم سه حاجتی من کن روا. حاجتی اول به نزد سیدی عالم روی، هر سخن از من شنیدی تو مگو با مصطفی. حاجتی دویم بر روزی حشر در وقتی صبح، دستی ما گیر و ببر ما را در آن دارالبقا. حاجتی سیم همه خواهم نمایی هر شبه، صورتی زیبای خود در خواب مایی مرا. تسلایی دلم حاصل شود ای فاطمه، این دلیرشی مرا از وصل خود سازی دوا. زان که من خوب کردم با تو همیشه فاطمه، همچنان خواهم که دیدار تو بینم دایما. این وصیحت هاز یک دیگر بجا کرده قبول، عهد بسته هر دو با هم از سری صدق و صفا. تا که عزراییل آمد از در خود را نمود، فاطمه کردی نظر بر روی فرزندان دوتا. و فرزندان شمایان یک زمان بیرون روید، سوی قبری جدی خود بهترینی انبیا. پس حسن دستی حسین بگرفته و برخیستند، تا به نزدیک قبری سید آمد از روزن ندا. ای یتیمان بازگردید و سوی مادر روید، الوداعش میکنید آن محضری نوری اله. پس حسن دستی حسین بگرفته و باز آمدن، مادری خود را بدیدن اندر آن رنج و عنا. ناله و افغان برآوردن گریستن زار زار، گفت ای مادر تو بودی در جهان غمخوار ما. فاطمه گریان نالان گفت ای جانان من، پس همین دم می سپارم من شما را با خدا. این بی گفت و عرضی ایمان کرد و خوش در خواب شد، جان به حق تسلیم کرد آن مادری زیبا لقا. چون به جا آورد حیدر هرچی او فرموده بود، این وصیحت ها که کردی جملگی او را ادا. سه شب و سه روز بگذشت و ندید او را به خواب، در سری قبرش شب حیدر نشسته تا صفا. ناگهان در خواب شدید آن جمالی فاطمه، همچو ماهی چار در رویش چه شمسی وزها.
گفت علی ای فاطمه بهری چی ننمودی رو خط گو خاتون قیامت با علی مرتضا سوزنی همسایه را بگرفتم از یادم برفت از برای او نکردم من به عهدی خود وفا من خلیده بودم او را به طاقی خاندان از تو میخواهم سپاری سوزنی همسایه را از برای سوزنه بینگر که آن معصومی پاک 3 شب و 3 روز بود اندر حسابی ماجرا در قیامت این عذابت شنیدی ای عزیز فکر میکن از عذابی محشری روزی جزا هر کی عاقل بود هرگز دل در این دنیا نبست زان کی باشد آن عذابی آخرت اندر قفا کی باشد آن عذابی آخرت اندر تپاه